سلام بچه، حالتون چطوره؟ اومدیم بهتون بگیم که فردا دوشنبه چه اتفاقاتی توی بازی میفته. همونطور که میبینید اینجا نصف این کمپینه که زیاد چیز خاصی هم واسمون نداشته تموم شده و فردا کمپین هم اضافه نمیشه به بازی. بعد توی ای فوتبال 2 قبل یعنی تو آپدیت گفتش که کنامی گفتش که همچین چیزی به بازی اضافه میشه ولی هنوز نشده. یکی از احتمالاتی هست که اینم به بازی اضافه شه. نه دوشنبه و پنجشنبه این هفته احتمالش کمه ولی هفته بعد احتمالش زیادتره که این چیز به بازی اضافه شه. این پکیه که فردا میخواد به بازی اضافه شه. ارلینگ هالند، متاتو و لوکاکو. هالندش میشه 106، لوکاکوش هم میشه 106، متاتو میشه اوورال 105. این اوورال لوکاکوه که من خودم از بین اون پک این لوکاکو رو از همشون بیشتر ترجیح میدم. قدش بلنده، برای هدزنی خوبه، برای پاس دادن هم اسکیل ویژه داره، شوتاش هم خیلی محکمه، از پشت محوطه باش پاور شوت بزنید خیلی خوبه. هیچ آمارش هم که قرمز نی. این هم از ایرلینگ هالند، قد بلندی داره، این هم میتونه خوب هد بزنه، اسپید 93 داده، شتاب 91 بهش داده، چیزاش خوبه دیگه کلا ولی سخته باش کار کردن. میرسیم به متاتو که زیاد چیز خاصی نداره، اسپیدش فقط 95 با شتابش که خوبه 94. یه هافک دفاعی خوبه دیگه نسبتا. خب این کمپین هم که بهتون گفتم احتمال اومدنش هست، فقط کنامی از عکساش فقط یه دونه مسی اینجا لو داده، احتمالاً توش بوستر، سکه، کوین، جی پی، احتمالش هست که هر چیزی باشه توش. خب اینم از همین بود، از اتفاقاتی که قرار فردا دوشنبه بیفته تو بازی. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.